در بچه چطورید؟ حالتون چطوره؟ بتل پس رو زدیم و یکم دنگ و فنگ زیاد بود دقیقه چون بخواید و گرزانه دیگه متیک اومده. یس آقا ولی دقیقه چون بخواید من زیلات رو بیشتر از متیک ترجیح میدم که من نمیدونم زیلات قشنگ داره. بابا درخواست ندید. زیلات قشنگ داره نمیدونم نه که درخواست میریم دیگه ببینیم. آره دیگه گفتم بگم بعد درخواست دیگه آخرین نفر دیگه گفتم. آقا چیکار داری؟ چیکار داری؟ الو داداش وایسمون باگ خورده. وایسمون چطوری همیشه بازی نیفهم من کی کم کرده دوباره درخواست داد. آقا چیکار داری؟ وایسمون بافته یه لحظه وی پی ام بزنیم. آقا چیکار داری؟ چیکار داری؟ آقا مایک بده. چی؟ ها صدا درست نیومد. چی؟ مثلا الان خودت قوی؟ آره کیلا رو بذار 15 تا فقط. تو فقط کیلا رو تو کیلا رو فقط بذار 15 تا. تو فقط کیلا رو بذار 15 تا. آقا دید سایلنس رو بردار. خب یه لحظه بایسته یه چی دیگه در اینجا نیازه که بخوایم ترایارد کنیم. یه لحظه بچه یه لحظه تو فقط وایسته اینقدر دو میکنی. یه لحظه اینقدر دو میکنی وایسته دیگه وایسته بزن ببینیم چی کار میخوایم استارت کن بابا. استارت کن بابا خودت داری ایرانی حرف میزنی. استارت کن بابا. وی پی ان رو خاموش کنیم ببینیم چی میگه. آره دیگه گفتم بگم ترای هاردم و بریم ببینیم چند تا گریه داشته. تا الان یه دوئل اسنایپ احساس میکنم. بله آی خدایا بتل پس هم که زدیم دیگه. بابا چرا این میریم اتومات یکم با مافی بریم. ده اینی که اینقدر دام کنه نمیخوره چرا ناز اولیش. آقا بعد کسی که اینقدر دام کنه همیره دیگه. کمپر نمیه چات بعد بی موبی کمپر رفته خودش هم ایرانیه احتمالا چون انقدر خوب نمیتونه حرف بزنه خارجی. ایرانیه بگه نایف نکنه چون معلوم بود این نایف نکرد. C4 زد. چهار هیچ احتمالا لف بده نمیدونم. لیزر دارم نمیدونم معلوم بگه احساس کنم انقدر پینگش خوبه که انقدر تو کرده.
جلو خودت هم ریلود میرم که فشار خالص رو بخوری. 5-0. ببینم دیگه ادعا میکنی یا نه. آره داداش، فکر کردی شور میگیرم؟ آره حیف FNJ نرم. من میدونم کجاست، معلوم آخه کجا اسپان میشه. کیلو هم بیشتر بود اون شد. نشد. آقا 1-7. حالا خوبه. اون درب هم بلد نیست. قید 2 کرد. آقا یک کمبر چه خبر؟ دیگه ادعا نکنی ها. من موبایل پلیر دمیج شد آخه دمیج بستید پومپردون. دیگه عجیبه همکرانی اونم برامون ادعا میکنه. چطوری شدم نخورد؟ فوقش کلن 3 تا دمیج آخه شایی بخورد. بچه اتچمنت زدارجی هم آخر ویدیو براتون میذارم. نم از این نه 2 تا چی زد؟ وای از این یارو اصلا نمیخواستم بهش کیل بدم. اون صدا ملکی خورد. آخه گان این که الان حساب نمیشه اصلا. تو دوئلستان کسی نمیاد گام بزنه. تمام عاقبت کسی که ادعا کنه همینه دیگه. آره دیگه گفتم ادعا نکنید دیگه همچنانی من بود. خیلی ادعا کرد. آقای پر ادعا میکردی داشت. برو ادعا چی شد؟ ها چی شد؟ دیگه مایک هم نمیده. آقا ادعا نکنید. کلنیمون هم هست. گفتم بگم از من موبایل پلیر همین برمیاد که خیلی ادعا کرد. ولی احساس اولش فکر کردم یه چیز خریده. پس تا ویدیوی بعد فعلا بای.